الله عليه وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين اللعن على من ظلمهم أبد العابدين. سميت فاطمة فاطمة لأنها فتمت شيئتها عن النار. حب به ذات یه نیرویه در انسان را کجا متمرکزه آدم خودش رو دوست داره، تلاش را برای آدم حقیق میکنه. همه میدونن دیگه که من تا خواب بیدار شد، هر کس به وضعی تلاش داره برای معاد، اما برای معاد تلاش نداره. برای نماز، برای عبادت، برای اینا میشه چیه؟ خب به وجود این آدم خودی که دوست داره و میگه اگه من ندارم پول نداشته باشم، خواهی نداشته باشم، سخته سخته زنده شم. آیا درباره معاد و قیامت و حساب و کتاب اینها شک داره یا غفلت داره؟ خدا کنه غفلت داره. اگر شک داشته باشه این مسلمان نیست که قیامت را تردید داره، میگه حد یا نیست. البته از نظر عقلی تردید مؤثره، میگه شبیه از نظر علمی احتمال مؤثره، مخصوصا دنیای بهداشت این مطلب را فکر آدم یاد میده، جلو میگیره، شاید مکروب باشه، شاید برون باشه، کار نکنه. از یه وقتی همین مسئله احتمال دفع ضرر محتمل کدوم بنده که 10 شبانه رو غذا نخوره این مهمونخانه غذا نمیخوره. دیگه بگم نجسه حرامه، نه مسلمانه، میگم شاید گوشتش مونده باشه. این دقت میکنم که گوشت مونده بر مریض نشونه. چطور آدمی داده گناه رو میکنه همینجوری؟ احتمال نمیده شاید قیامتی باشه. این از نظر روانشناسی و تربیتی جای بحثه. این آدمیزاده چیه؟ چجور میشه؟ مثلا همین قضیه مدینه بعد از پیغمبر قبل از این قضایا اول اسلام خیلی عرب خوب گل کرد. بریگه عرب اگر افتاده ترین ملت دنیا بود، مثلا مکه هیچی نداشتن، علم و سواد و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع هیچی. یه بیابانه بود، نه آبی نه خوابی نه بدی و یه شمسی منفیر داشتن دوزایی هم دیگه را کافرم میکشتن و گاهی مرag مختصر خورما پیدا میکردن میخوردن و خیلی و میان این مردم عقب افتاده یه نوری به نام حضرت محمد دارد. آقا اینا فرهنگ پیدا کردن، قدرت پیدا کردن، روم را غلبه کردن. خیلی عربه نجی که الان شما بگید مثلا فلان ده مازندران از که فلان فرانسه را غلبه کردن. اینجوری آمدن روم که قرآن نقل میکنه به ایران را هم گرفتن. ایران ما خیلی بزرگ بود، اما قوارمنه هم ایران بود. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد اگر چی شد؟ برای که اینا آمدن فرهنگ دین را قبول کردند و عمل کردند. نه زبونی ها هر که بیان بگو عمل کردند. من یک از این که اینا خیلی خودخواه بودن، مثلا تکبر پوز میدادن. سفران توی ما هم بوده کمی ارباب نوکر سر یه سفره غذا نخورن، بعضی میوزن دقیقا توی یک نون نموده اینها. پیغمبر من گفت این مزخرفات چی سرو میگید؟ شما همه بنده خدا هستید، شما به حالا همه امت ما شدید، قرآن رو قبول کردید، بنابراین شما برادرید. بیاید من برای شما سیغه برادری بخونم. خیلی آدم از خودش بندازه خودش نمیدازه. الان من بینه ممکنه دلش بخواد اما نمیکنه.
تمام مردم مدینه آمدن چه برادر اول عمار یاسر از شخصیت دیگه ما دست نوکرش رو گرفت کنار منبر و ما برادر اتفاقا حضرت امیر اون روز رفته گوشه مسجد دید او رو برادر معین نگه تقریبا میده که ارمانه اونجا بود هواسراف میگن هواسراف کلیه از عربی یعنی پدر خواب حضرت که کارها رو انجام داد بعد گفت که علی کجاست؟ من دید و اونور بچه دوچه خوریده حضرت خودش حرکت کرد اون گفت که یا علی اینجا چه کار بود؟ هیچ خدمه رو احتنا نمیگرده همه برادری و همه مواقع من دیدم یه چه طرف تنها و آقا عجله نکن من تو را گذاشتم به برادر من بشی با هم آخر برادر با هم مواقعات انت اخی به وسیعی به وارسی به لحمی یه تو جای عجله بلند شد لعبات را منظور جامعه عوض شد میخواست خلیفه بره ما مسلمین دیگه افتادیم توی اولا بعد از نهضت پیغمبر به کل خراب کردن یه زراعتی کردن یه گلوبا رو درست کردن به کل این گلوبا خراب کردن آقا از نظر عقل حالا هر مسلمان غیر مسلمان ظلم بهتره یا عقل عقل بهتر دیده از نظر دنیای انسان عقل جهل بهتره یا علم علم بهتره دیگه عقل بهتره یا جرم عقل بهتره من تعجب میکنم این مردم چطور علی را برکردن آمدن دنبال اینا علم علی الان در دنیا سنده نشر درآورد به مسلمانان دنیا بعد از قرآن حضرت محمد نشر درآورد اینجاست که از نظر روانشناسی به جامعه شناسی آدم بسید که چی شده این غافل شدن جاهل شدن حسودی کردن نسبت به امیرالمومنین نسبت به بنی هاشم چه بلایی آمده به حال این مردم که دست از عقل برداشتن آدم با بود حضرت امیر علیه السلام و می با اون وضعیت احترامی من در خانه حال ولی اون حضرت امیر رو نمیگوید اونا ولی دین به صلاح تحمیل که نیست که دین یه دعوته میگه این کار رو بکن نکنیم برو نظر بشون اگر قول الحکم من رفت پیغمبر اسلام تو برو